سلام دخترها، دوباره با یه ویدیوی آرایشی که خواستم براتون دوباره میکاپ انجام بدم. اگه خواستین ویدیو رو تماشا کنین و نتیجه آرایش رو ببینین، پس ویدیو رو تا آخر تماشا کنین. الان شروع میکنم در بلند کردن. اول این قسمت صورت خورم، بعد این قسمت صورت ما همطور که میبینین. بعد حالا به بلند کردن برونزه همه رو سر جای خودش من بلند میکنم. و این قسمت تا خشک نشده همونطور که میبینید دارم کل صورتم بلند میکنم تا کمی روی صورت من کلا بلند شم. کلا روی صورت خودم بلند کردم. کلا ببینید چه قشنگ. حتی فرم زاویه فک نگاه کنید، ببینید چه قشنگ. برای کسایی که صورتشون پف داره یا که توپل هست کم، همچین بخوای تکنیک انجام بده خیلی خوبه. پس ویدیو رو تا آخر تماشا کنید تا که من ادامه برای سایر برای شما انجام بدم. از یک کانتور استفاده میکنم به حالت اینکه من هم میتونم سایه خود رو با این کانتور بزنم با همین رنگ، هم میتونم کانتور بینی خود رو انجام بدم به همین راحتی. ببینید بالا فرم دماغ رو میخوام بکشم بهتون که شما هم ببینید. و حالا با هم دیگه میچسبونمش به همین راحتی. قسمت کشیدم دماغ خودم. حالا میخوام کلا تغییرات به وجود بیارم که دماغ یکم باریک‌تر نشان بدم. خب حالا این قسمت پشت خودم هم سایه میزنم از سایه قهوه‌ای این طرف چشم خودم یک صورت حالت بلند پخشش میکنم با بلند چخم. حالا با یک زاویه و خط کانسیلر خود انداختم پشتش. من الان از یک خط چشم استفاده میکنم. شاینم زدم که همونطور که میبینید من شاین زدم و الان از یک خط چشم شما هم ببینید. یه خط چشم زیر چشم کشیدم یه خط صاف که همونطور که میبینید که دو تا موج استفاده کردم واسه پایین زیر چشم که الان باید موج بذارم بعد ادامهش رو ببینید. و حالا موج رو موندم. چون که فقط آموزش هسته درخواستم دادین که من برای شما این سایر انجام بدم. من مجبور بودم که وقتی کانتور رو بینی خود زدم و این سایر هم بکشم، ولی ادامهش رو نکشیدم دیگه. بعد خواستم فقط یک چشم خود رو برای شما درست کردم که شما هم ببینید. الان نوبت رسیده به رژگونه که من رژگونه را حالت ضربه‌ای، من همیشه بهتون گفتم که رژگونه را حالت ضربه‌ای باید بزنید. یعنی رژگونه حالت ضربه‌ای و رو به بالا. و کمی شاین هایلایتر دوباره رژگونه. ببینید چقدر شفاف و زیبا. و اینکه از یک رژ لب استفاده کنیم که از یک رژ لب خیلی مات ولی باید کمی لب بلند کنم. و اینکه این صورت رژ لب خیلی مات. که میبینین من میکاپ تکمیل کردم برای شما. ببینید من همونطور که بهتون گفتم من مجبور بودم که کانتور بینی خودم با سایه یکی کنم، چون یکی نمیکنم شما نمیتونستین قشنگ سایه رو ببینید. به خاطر همون مجبور شدم پشت چشای خود کم سایه بزنم که شما هم ببینید. یک طرف چشای من میکاپ داره همونطور که میبینید. نتیجه آرایش من
یک طرف صورت مرا ببینین. چقدر شیک و قشنگ. یک طرف صورت مرا ببینین. اگر از این ویدیو لذت بردین، خواستین دوباره براتون آموزش بذارم، حتما کامنت های قشنگ بذارین، نظرات مثبت و شیک و قشنگ برای من بذارین تا من انرژی بگیرم و برای شما وقت کدم. حتما 1 ساعت هم اگه وقت داشته باشم برای شما یک ویدیو میگیرم. حتما یک طرف چشای خوره، یک دانه این طرف چشای راست خوره یا چپ خوره برای شما آرایش میکنم تا شما هم یاد بگیرین، هم از آموزش من لذت ببرین، هم آرایش های مختلف با رنگ های مختلف برای شما آموزش بذارم. پس ویدیو مرا به دوستان شیر کنین که اونا هم مرا فالو کنن و هم ببینن.